ربط دادن زبان فارسی به زبان میخی شبیه ربط دادن گوز به گلونزه و کلا فارس و پارس دو کلمه کاملا متفاوت هستن. پارس قومی بود، مربوط به یه عده‌ای بود، به یک عده‌ای از انسان گفته میشد. پارس، ماد، پارت. فارس کلمه عربیه به معنی مرکب یا ترکیبی. از این رو ملت‌های غیر ترک عجم یا بیگانه گفته میشه. در منابع عربی همشون هست. سگ دو بزن و نهایتش اینه که فقط باعث عقب ماندگی میشی. یعنی اگه واقعا تفکر درست بود الان وضعیتمون این نبود. حالا پهلوی نه پیشرفته نبودیم، 50% نفت رو میداد انگلیس که تضمین کنه که این آقا اونجا بالا باشه و حال کنه و بره ایتالیا چوس ایتالیایی بزنه و حال کنه و تو بدبخت کپرنشین تهران بودن اجدادتون موقع. و حالا یه تصویری از ژنتیک